توی این ویدیو قراره یاد بگیریم چطور در مورد خواهر و برادرمون صحبت کنیم. پس لطفاً تا انتهای ویدیو همراه من باشید. How many brothers and sisters do you have? رایج‌ترین سوالی که در مورد خواهر برادر ازمون پرسیده میشه اینه که چند تا خواهر برادر داری؟ حالا میخوایم ببینیم که چجوری میتونیم به این سوال جواب بدیم. I have 2 brothers and 1 sister. I just have 1 sister. I'm an only child. من 2 تا برادر دارم و 1 خواهر، یا میتونم بگم من فقط 1 خواهر دارم، یا حتی میتونم بگم من تک فرزند هستم. حالا برای اینکه جملات جذابتر و بلندتری داشته باشیم میتونیم یه سری اطلاعات هم بهشون اضافه کنیم. به مثال ها دقت کنین. I have 2 older brothers and 1 older sister. I'm the youngest in the family. I just have 1 sister who's 5 years older than me. I'm the middle child. My brother is 2 years older and I have a younger sister who's finishing university this year. همونطور که میبینین با اضافه کردن اینکه حالا من بزرگترم، کوچیکترم، بچه وسطیم، خواهر برادرم چقدر از من بزرگتر یا کوچیکترن، یا اصلا چی کارن، دانش آموزن، دانشجوان، با یه سری اطلاعات جملاتش رو جذابتر و بلندتر کرد. اگر دوست داری به این روش مکالمه رو یاد بگیری و در نهایت پایان دوره حرفه‌ای باشی، شرایط کلاس‌های خصوصی رو توی دایرکت از من بپرس.